سلام بچه‌ها. توی این ویدیو من میخوام حفظیات کتاب درسی رو توی درس شیمی بهتون منتقل کنم. الان اگر کنکورها رو نگاه کرده باشید و آزمون‌ها غالب سوال‌های شیمی حفظیاته. اول باید حفظیات یاد بگیرید. حتی مسائلش هم رو حفظیات سواره. یک نکته حفظی رو در قالب مسئله آورده. ولی چیزی که از تدریسایی که شما دارید خیلی طولانیه، مثلا 20 جلسه 3 ساعته. خب جوابگوی فرصت کم شما نیست. هم امتحان نهایی دارید و بعضی از دبیرای محترم یه جوری تدریس میکنن که فراموش میکنن که شما آقا زیستم داری که بخونی، عربی هم هست، امتحان نهایی فارسی هم هست، خیلی روی یک مطلب میمونن. من میخوام کل نکات رو خیلی سریع بهتون بگم در چند بخش. اول حفظیات خود کتاب درسی که مال این ویدیو میشه، بعد حفظیات تست های سخت آزمون های مختلف به اضافه کتاب های سطح بالا که کل حفظیاتی که از مثلا فصل 1 دهم میگن رو داشته باشی، فصل 2 همینطور، 3 همینطور، و اینها رو چند بار گوش میدی، تو رفت آمدها خلاصه برداری خوب ازش درست میکنی که دیگه ملکه ذهنت بشه و بتونی راحت‌تر تست بزنی. دیگه تستای شمارشی شیمی، تستایی که پیچیدگی دارن، اینا رو هم بزنی. و چون داخل یک کنکور شمارشی نیومده دلیل نمیشه در کنکورهای بعدی هم نیاد. ما همیشه داریم غافلگیر میشیم. به هر حال شما باید روی حفظیات کامل مسلط بشید. وقتتون سر درس کنکور کم، شیمی با فیزیک توی یک دفترچه است، ممکنه شما نرسید که همه مسائل شیمی رو حل کنید. و اگر بتونی حفظیات رو بالا بزنی، حداقل 20 از سوالای شیمی رو میتونی پاسخ بدی و درصد خیلی عالی بگیری. اگر نهاییات رو بالا بگیری که اونم خیلی رو همین حفظیات سواره، با حل حتی 15 تا سوال شیمی هم ممکنه به رشته مطلوبت برسی. پس اینا رو گوش بده، چند بار هم گوش بده، به دوستات هم بده که اونا هم استفاده کنن. دیز شیمی فصل 1 رو کامل گوش بدید که مرکز ذهن بشه. در مورد مأموریت دو تا فضاپیمای روجر 1 و 2، این دو تا از کنار سیاره‌های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون، این 4 تا عبور میکنن. بخاطر شناسنامه فیزیکی و شیمیایی اونها رو تهیه کنن و بفرستن. این شناسنامه باید شامل اطلاعاتی مانند نوع عنصرها باشه، ترکیب شیمیاییشون در اتمسفر و همینطور ترکیب درصد این مواد باشه. ترتیب فراوانی عناصر در کره زمین: بیشترین فراوانی آهن، اول آهن، بعد اکسیژن، بعد سیلیسیوم، منیزیم، نیکل، گوگرد، کلسیم، آلومینیوم. در مورد مشتری هیچ فلزی نداریم. هیدروژن فراوان‌ترینه، بعد هلیوم. این دو تا گازی بودن که در پیدایش خلقت در بیگ بنگ هم وجود داشتن، اول اینا درست شدن. بعدش کربن فراوانه، بعد اکسیژن که با مشترک با زمین، اونم توی زمین بود، نیتروژن و گوگرد و اکسیژن چی بودن؟ مشترک بودن. آرگون و نئون هم داره. اوکی. توی زمین هیچ کدوم از گازهای نجیب جزو فراوان‌ها نبود. ولی آرگون و نئون و هلیوم توی مشتری جزو فراوان هاست. اینجا نگاه بکنید. توی زمین آهن، اکسیژن، سیلیسیوم، منیزیم، نیکل، گوگرد، کلسیم، آلومینیوم. توی مشتری درصد قابل توجه هیدروژن، بعد هلیوم، کلسیم بیا تا آرگون و نئون هم که گاز نجیبن اون انتها هستن. روند تشکیل عناصر چجوریه؟ اول هیدروژن درست شده، بعد هلیوم که اون به عناصر سبک مانند لیتیوم و کربن تبدیل شده، بعد عنصرهای سنگین‌تر مانند طلا و آهن درست شدن. هیدروژن 7 تا ایزوتوپ مختلف داره که 3 تاش در طبیعت هستن، یعنی اون H1 و H2 و H3 این 3 تا تو طبیعت هستن. خب اما 4 و 5 و 6 و 7 تو آزمایشگاه درست شدن، در طبیعت وجود ندارن و ساختگی هستن. نیم عمر هم نگاه کنید که این سومیه که پرتوزاست، طبیعی و پرتوزا اینه. 2 تا نوترون هم بیشتر نداره. این 0 نوترون داره، 1 نوترون، 2 نوترون، 3 تا، 4 و 5 و 6 تا. اینا تعداد نوترون ها بود که نوشتم. خب نیم عمر هم نگاه بکنید، این 12 سال نیم عمر داره و اینا در حد از 1 ثانیه هم خیلی کمتر ناز ضریب رو نگاه کنید، در حد 10^-2 ان، به ثانیه اصلا نمیرسن. از نوعی که طبیعی هستن و گفتم بهتون فقط H3 پرتوزا هستش، ولی طول نیم عمرش بیش از 12 ساله. بقیه پرتوزا بودن نیم عمرشون 1 ثانیه هم نمیشد. یه عکس هم از لیتیوم داره. کدومش فراوان‌تره؟ این یکی فراوان‌تره، اونی که جرمش 7، یعنی سنگین‌تره، فراوان‌تره. خب ولی توی هیدروژن که فراوان‌تر بود، توی هیدروژن ایشون سبک‌تره، فراوان‌تره. درصد فراوانیش نگاه بکنید، سبکی فراوان‌تر هستش. درصد فراوانی هیدروژن سبکتر که اصلا نوترون نداره، یعنی فقط 1 پروتون داره و 1 الکترون از همه بیشتر بود. از 118 عنصر شناخته شده تنها 92 تا عنصر در طبیعت یافت میشن،
یعنی 26 تای دیگه ساختگی هن. 92 عدد اتمی اورانیوم هم هستش. تکنیسیوم که با تیسی و جرم حالا 98 ورد اتمی 43 میشناسیم، 99 البته نشون داده میشه، نخستین عنصری بود که در آزمایشگاه با راکتور هسته‌ای ساخته شد. رادیوایزوتوپش در تصویربرداری پزشکی کاربرد داره، همراه با اندازش هم اندازه با یون یوده و میاد توی تیروئید رسوب میکنه و میتونیم از عکسش رو بگیریم. اگر متقارن رسوب کرد یعنی سالمه، نامتقارن رسوب کرد یعنی ناسالمه. خود تیروئید سالم یون حاوی تکنسیوم، این حاویش مهمه، نگید فقط یون تکنسیوم، یون حاوی تکنسیوم یعنی یون چند اتمی تکنسیوم هم داره، متقارن جذب میکنه. در مورد گلوکوز پرتوزا که یک اتمش حالا پرتوزا است، نه همش، که جایگزین گروه اوهاش شده، اوهاش یکی از اوهاشا رو یه اتمی آوردیم که پرتوزا باشه، توی تمام بدن پخش میشه، میبینید تو همه بدن هست، ولی پیرامون توده سرطانی که مصرف انرژی زیاده گلوکوز بیشتری تجمع پیدا کرده. همه عنصرهای تکنسیوم موجود در جهان به صورت مصنوعی ساخته شدن، همشون. خب و چجوری هستن؟ هیچ کدومش طبیعی نیستن، نیمه عمرشون هم اونقدر کمه که اصلا باقی نمیمونن، پس نمیشه نگهداریشون کرد. برای همین به اندازه نیازی که یک مؤسسه داره تولید میکنه و مصرف میکنه، اصلا نمیشه انبارداریش کرد. اورانیوم شناخته شده ترین فلز پرتوزاست که یکی از ایزوتوپ‌های آن یکیشان اغلب نه همیشه به عنوان سوخت راکتورهای اتمی به کار میره. این ایزوتوپ که همون یو با جرم 235 سوخت راکتوره، فراوانیش هم از 7 دهم کمتر، از 7% هم کمتره. غنی سازی یعنی که این 7% رو برسونیم به درصدهای بالاتر و بیشتر از این جرم داشته باشیم، بیشتر 235 داشته باشیم. دانشمندان ایرانی تونستن رادیو ایزوتوپی از فسفر رو هم تهیه بکنن. یه دونه فسفر، یه دونه تکنسیوم رو داریم و میگه اورانیوم هم که دارن غنی میکنن، این ستا رو دارن. دود سیگار و قلیان مقدار قابل توجهی مواد پرتوزا داره. از این رو اغلب افرادی که به سرطان ریه دچار میشوند سیگاری هستند. داخل ضربت تناوبی خواص عناصر به صورت دوره‌ای از چپ به راست تکرار میشه، داخل گروه نیست تا دوره‌ای تکرار میشه. از این رو چنین جدولی رو بهش میگن جدول دوره‌ای یا تناوبی. تو یک ویدیو مفصل کل جدول رو و اینکه چجوری حفظ کنیم، چجوری بخونیم، چیاش مهمه رو جداگانه بعد از اینا بهتون میگم. در جرم این ایزوتوپ کربن رو 12 در نظر بگیریم و تقسیم بر 12 واحد جداگونه‌اش بکنیم، هر کدوم از این واحدها رو میگیم یه AMU، همون واحد جرم اتمی. خب مثلا برای اتم هیدروژن جرمش 1.8 خب 1.8 AMU. اوکی. در این مقیاس جرم پروتون و نوترون رو حدود 1 AMU در نظر میگیریم. خب الکترون اصلا یک ناچیزه، حدود 1/2000 اونهاست، یک الکترون 1/2000 جرم پروتونه. خب و جرم نوترون هم بدونید که از پروتون یکم بیشتره. میانگین جرم یک اتم هیدروژن یعنی یک AMUش گفتیم 1.66 در ضرب توان منهای 24 گرمه. خب من بخوام بدونم که این چند تا اتم رو جمع بکنم به 1 گرم میرسن، باید این عدد رو معکوس بکنم که به عدد آووگادرو میرسن، همون 6.02 در ضرب توان 23 که عدد آووگادرو هست. تو این ویدیو میخوام حفظیات بیشتر بگم، وارد مسائلش نمیشم. دانشمندان با دستگاه به نام طیف سنج میتونن از پرتوهای گسیل شده از مواد گوناگون اطلاعات ارزشمندی رو کسب کنن. نور سرخ طول موجش زیاده، انرژیش کمه، فرکانسش زیاده و کمتر در منشور منحرف می شده. نور بنفش طول موجش کمه، فرکانسش زیاده، انرژیش زیاده، انحرافش چیه؟ اونم زیاده. خب بنفش بیشتر از همه منحرف شده. خب حالا اینجا باز همینا رو توضیح دادم. در مورد رنگین کمان کی بیشتر منحرف شده؟ اینا که پایینا بیشتر منحرف شدن تا اینا دیگه. پس پایینا میشن بنفش، بالایا میشن قرمز. این رنگ قرمز بالای رنگین کمانه، آبی و بنفش زیر رنگین کمان هستن. اوکی. نماد ترتیب حالا طول موج و انرژی رو نگاه کنید. هر چقدر طول موج بیشتر، انرژی کمتر. امواج رادیویی بیشترین طول موج دارن، یعنی کمترین انرژی. بعدش ریز موج ها رو داریم، انرژیشون کمه، طول موج زیاده.
پرتوهای فروسرخن اینا. برای دامنه طول موج مرئی میرسیم از 700 نانومتر که قرمز با انرژی کم، طول موج زیاد، تا 400 نانومتر که بنفشه، انرژی زیاد، فرکانس بالا، طول موج کم. خب جلوتر که می پرتوهای ایکس رو داریم که دیگه فرابنفش البته اول، بعد پرتوی ایکس، بعدش هم گاما. گاما دیگه کمترین طول موج رو داره، بیشترین انرژی رو داره. خب طول موج و انرژی با هم رابطه عکس دارن، هر چقدر طول موج بیشتر، انرژی کمتر. و اگر چیزی با شعله سبز رنگ بسوزه، سبز اینجاست، قرمز اینجاست، پس انرژی سبز بیشتر از قرمزه، حرارت شعله سبز بیشتر از شعله قرمزه. اگه مثلا گاز شهری میگن آبی میسوزه دیگه، پس شعله گاز شهری دما و انرژی بیشتری نسبت به شعله‌های قرمز رنگ داره. خب رنگشون رو کنید کجاست؟ هر کی انرژی بیشتر باشه دمای بیشتری هم داره تولید میکنه برای ما. میگه بخار سدیم زرد رنگ، نئون قرمز رنگ و ترکیبات مستار سبز رنگ هستن. اینجا فقط با رنگ کاتیون برام مهمه، آنیون ها رنگی ایجاد نمیکنن. اینجا من رو عکس توضیح بدم. تمام ایون های حاوی مس سبز رنگن. خب نیترات باشه، کلورید باشه، آنیونش مهم نیست، کاتیون مهمه. اونا که سدیم دارن زرد رنگن، اونا که لیتیوم دارن قرمز رنگن. اگه یه ترکیبی هم لیتیوم داشت هم سدیم، اون موقع چی میشد؟ نارنجی میشه. اوکی. آهن هم قرمز رنگه. حالا اینم توی کتاب اومده. طیف نشری خطی لیتیوم مثل هیدروژن 4 تا خط داره. خب که خط بنفش و آبی اینا داره و از رو عکس بهتون نشون بدم اینجوری هستش که توی طول موج مرئی، البته این 4 تا خط مطرح این از طول موج مرئی گذاشته شده ها، یعنی داخل قسمت‌های مثل فروسرخ و فرابنفش دیگه ما خطاش در نظر نگرفتیم. این 4 تا خطی که میگیم که لیتیوم داره فقط در دامنه طول موج مرئیه. خب ببین چه رنگاش مهمه، اول اینکه کی به کی نزدیک‌تره. نیلی و آبی که سمت چپ هستن به هم نزدیکن، زرد و قرمز که سمت راست هستن یکم از هم فاصلهشون بیشتره. پس رنگ سبز نداره ها لیتیوم. خب رنگ چی داره؟ زرد داره، قرمز داره، آبی و نیلی. اما هیدروژن که تو خیلی پر تکراره، بنفش داره، نیلی داره و آبی و قرمز. قرمز خیلی دوره اون ته، زرد و سبز نداره. خب هیدروژن 4 تا خط داره، هلیوم 6 تا داره. بعد حفظ باشید اینا رو، هلیوم 6 تا داره، میبینید. سدیم 7 تا داره. رنگ سبز رو توی اینایی که آورده فقط سدیم داشت. اوکی، پس اینم بهتون گفتم. شیوشم گفتم باید حتما حفظ کنید. حالا بریم سراغ مدل اتمی بور. طیف نشری هیدروژن رو ما میتونیم با مدل بور توضیح بدیم. مثلا این قرمز از کجا اومده؟ رنگ قرمز میگه اگه از الکترون از لایه سوم 3 بیاد به لایه دوم، نور قرمز تولید میکنه. اگه از لایه چهارم 4 اینجا چهارم بیایم به دوم، نور آبی تولید میکنه. اگه از لایه پنجم 5 اینجا بیایم به لایه دوم، نور نیلی تولید میکنه. و اگر از ششم بیایم به دوم، بنفشه. اگر از 7 به 2 فرابنفشه ها. خب اینجوریه. اگر به 3 اینا بیای فروسرخه، ضعیفه. اگر به 1 هم بیان، هر کدومشون فرابنفشه. خب در مدل بور، حالا رو عکس توضیح بدم، پایینش نوشتم ولی رو عکس بگم براتون بهتره. هر به اختلاف بین لایه ها انرژی مشخصی داره. در هر اتم این انرژی فرق میکنه. اگر مثلا اینجا 1000 تاست، توی هلیوم فرق میکنه، توی سدیم فرق میکنه. برای هیدروژن این فاصله مثلا 1000 تاست. خب هر چقدر به هسته نزدیکتر بشی، فاصله بین ترازهای انرژی الکترونی زیادتره. وقتی دور میشی، فاصله خیلی کمتر میشن. اوکی، اینه که مهمه. و اینکه گفتم نور مرئی یعنی که از لایه ششم تا سوم به لایه دوم بیایم. این هم خیلی مهم هستش. و مدل بور فقط تونست طیف نشری خطی هیدروژن رو توجیه کنه، نه عنصرهای دیگه. خب میگه از اونجا که انرژی لایه‌های الکترونی پیرامون هسته هر اتم ویژه همان اتمه، یعنی اختلاف انرژی بین لایه‌های هیدروژن با هلیوم فرق میکنه و به عدد اتمیشون وابسته است. فقط عدد اتمی اینجا اثرگذار، یعنی ایزوتوپ ها که عدد اتمی یکسانی دارن، اونا ترازوی انرژیشون اختلاف انرژی یکسانی با هم دیگه دارن. یعنی هیدروژن مثلا با عدد اتمی 1 با هیدروژن عدد اتمی 7
ترازهای الکترونیشون هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، چون عدد اتمی هر دو یک. این پس انرژی لایه‌ها و تفاوت انرژی میان آنها در اتم عنصرهای گوناگون متفاوته و انتظار می‌رود که هر عنصر طیف نشی خطی منحصر فرد خودش رو داشته باشه. میگه در اتم هر چقدر به هسته نزدیکتر بشیم فاصله یا خلاف بین انرژی لایه‌ها بیشتر میشد که رو عکس بهتون توضیح دادم اینا رو. خب در مورد رنگا بود گفتم مثلا از 6 میایم به 2 بنفش میشه که اینجا توضیح دادم. قاعده آفات چیه که حالا من رسم آرکیتکتونی عناصر مهمو توی ویدیو بعدی براتون میذارم. خب که میگه اگر از اتم هیدروژن شروع کنیم به رسم آرکیتکتونی و به گازهای نزدیک برسیم، این میشه این ترتیب رو ما بهش میگیم قاعده آفا. برای بعضی عناصر ولی پیروی نمیکنن. اونایی که پیروی نمیکنن کیا هستن؟ کروم و مس هستن. مثلا گروه 29 عدد 29 خب و کلا گروه 11 و گروه چند؟ گروه 6 که بهش میرسیم که منظور چیه و چرا این پیروی رو انجام نمیدن. و میگه اینا رو با طیف سنجی پیشرفته باید آرایش الکترونشون رو پیدا بکنیم. خب اینا داخل لایه ظرفیشون تو بیروترین لایه یعنی 4s شون فقط یک الکترون دارن. اینم از این. و در مورد الکترون ظرفیتی میگه در دوره چهارم توی کل عناصر واسطه مجموع الکترون های لایه S مثلا 4s و D مجموع اینا رو ما میگیم الکترون های ظرفیتی برای اینا که اونم حالا جلوتر خواهیم داشت. یه سری نکات هم هست که از دل تست ها در آوردم که این رو داخل ویدیوی بعدی براتون میخونم.